آخرین باری که یه وکیل دادگستری تونسته رأی دادگاه رو دقیقاً پیش بینی کنه کی بوده؟ میدونستید الان مدل‌های هوش مصنوعی وجود داره که رأی دادگاه رو با 86% دقت پیش بینی میکنن؟ مهم نیست کدوم ابزار و به چه عنوانی داره این کار رو انجام میده. مهم اینه که چرا ما به عنوان وکیل ازش استفاده نمی‌کنیم. اگه یه مدل زبانی بتونه لایحه بنویسه، شکواییه بنویسه یا پیش‌نویس یه قرارداد رو تنظیم کنه، این وسط وکیل کیه؟ اگه یه ابزار هوش مصنوعی بتونه یه دفاعیه بنویسه که قاضی همون رو قبول کنه، این وسط نقش شما به عنوان یک وکیل چیه؟ وکالت برای خیلی از ماها یعنی هنوز دادگاه رفتن، پرونده گرفتن یا استدلال حقوقی کردن. اما توی دنیا داره یه چیزای دیگه شنیده میشه. موضوعاتی در رابطه با داده ها، الگوریتم ها و مدل های زبانی خیلی پیشرفته. و حالا توی یه دوراهی گیر کردیم. آیا با همون ابزارهای قدیمی و با همون فعالیت‌های سنتی که داشتیم جلو بریم یا از ابزارهای مدرن و پیشرفته‌ای که برای حوزه کاری خودمون طراحی شده استفاده کنیم؟ دوره جامع آموزش هوش مصنوعی برای وکلا و حقوقدانان فقط یه پکیج آموزشی معمولی نیست. یک بازتعریفه برای وکلایی که میدونن در آینده باید با ابزارهای هوش مصنوعی کار کنن، نه فقط متون قانونی. آینده وکیلی رو نمیخواد که فقط قانون بلد باشه. آینده وکیلی رو میخواد که متخصص فهم پیچیدگی ها باشه. و پیچیدگی های دنیای امروز یعنی داده، الگوریتم و هوش مصنوعی. اگه قرار شما وکیل آینده باشید، باید بتونید به زبان آینده صحبت کنید. دقت کنید که اگر دغدغه شما صرفاً آشنایی با چند ابزار هوش مصنوعی هست، قطعاً این دوره به درد شما نخواهد خورد و شاید یکم براتون زیاده روی باشه. اما اگر میخواید وکالت رو از لایه سطحی مشاوره دادن به افراد برسونید به لایه‌های پیشرفته‌تر که میشه معماری تصمیم و تحلیل، یعنی میخواید به این درجه برسونید، این دوره برای شماست. ما توی این دوره صرفاً هوش مصنوعی رو یک ابزار نمیدونیم، بلکه یک شریک فکری برای شما میدونیم که میتونه کارهاتون رو برای شما آسان‌تر و دقیق‌تر کنه. یه شریک فکری که خسته نمیشه، دقیقه و 24 ساعته آماده است که به شما خدمت برسونه.